برای چی قلم رو زر نمیکنی ایگید؟ بارون مینیک رو بارون جسدهایشون رو عوض میکنیم. بخواستی تو شود. بسابید سلامان را رسانید. ایستا نپران. نشنیدی چی گفتم؟ نپران میتوانیم مصلحت کنیم. مینیک را با تو میارم. با عوضش ثابت را میگیرم. کمی باید فکر کنم. یگید با این آدمای پس سخن حیف است. فایده ندارد. راضی هستی پسرگار؟ هنوز نه یگید. فکر میکنم با تو گفت و شنید نکرده فایدم بیشتر میرسد. فهمیدم. پس ثابت را آزاد کن و مرا بگیر. دادا کاستا رو به پارتوفکا پارتوفته است. بسیار کاری خوب کردم. دخترم در حقیقت پارتوفتی نبارو. نه پارتوفت البته در اینجاست. اوچا برای چی گفته؟ یا نوربانو گیر نوارد در اینجا است. چند مرتبه به شما گفتم جنجال نکنید. لیکن از حد میگذراند. دادا ثبتای اون رو به شما نشان دیم. مونده شدم. کمی دم گیرم. دادا همگی 2 دقیقه است. از اولش میمونم. تماشا کنید. الپرین مایلش نشان ده نباشد. تو هم با مانند مادرت یک رو هستی. خدایا توبه. این چی است؟ من این حساب نکردم. انا این گفت و شنیدمان معقول شد یگید. یعنی بجای ثابت تو رو مینیکت را ساق و سلامت میارم. تو هم با یک تارموی ثابت آسیب نمیرسانی. چی و چقل بودنش رو من قرار میدهم. دادا نگاه کنید. من در یاد ندارم این ثبت رو. این چی است؟ از کجا برآمد؟ این سالم است. وای حمد وقت. وای پسرم تو این از کجا افتی؟ به خدا نمیدونم دادا. در درونش بود. آتیف البته تعمیر میکرد. یعنی همان وقت کامیر کشاده مونده است. نجیب گبزن چی شد؟ دادا چرا نگاه میکنید؟ بلیت بازگشت را نگاه میکنم دخترم. چی گفته دادا؟ افسوسی رقمی 25 R42 17 زود به طرف راست گرفته نگه دار. افسوسی رقمی 25 R42 17 زود به طرف راست گرفته نگه دار. نجیب نگاه کن اتوبوس رو من میکنم. یا خدا اینها کی باشن؟ آدمانی ما نیستن. با جای دل خواهد در وقتی خواستد می آیم. نشانی را گبزن. اول تلفن را به مینیک ده. میخواهم صدایش را شنوم. لبای تشکر خوبم. برای آنچه را میدونم. بعد از نیم ساعت میلش فهمیدم. چی میگوید؟ بعد از نیم ساعت ما را از گردش عمرانی میگیرد. اکنون دستهایم را میکشید. فهمیدم. خیری ما میرویم. شما با این هری چه باور میکنید؟ اکا اونها آخر یگان کار میکنند. دادا جان چی گپ شد؟
бубахшед шуморо аз роҳ боз доштем. ягон чизе бад нашудааст. ғам нахӯред. танҳо дар автобус Наҷиб Илмаз ҳаст ё не фаҳмидан мехоҳем. Наҷиб Илмаз агар бошад илтимос барояд. ака илтимос наравед. нигоҳ кунед, маълум аст ки ин дом аст. ин беномусҳо шуморо мепаронанд ака. албатта ин дом аст харӣ. албатта ман дилу нияти ин разилонро медонам. аз пушт парондан хоси ин номардон аст. аниқ дом гузоштаанд. рост, акнун чикор мекунем? ака боз ба сари шумо чизе омад. زیبت خیری با خدا زیبت خیری خیری عضو کمیسیون کنین را ده با خدا زیبت خیری با تو واقعا هم میزیبد همه خیلی یک عوض کنی نام می شود سردار. راستی که با یکیت باوری ندارم. این خیل باشد یک تحفه تیار کنیم. چی گفتید؟ агар дар байни шумо Наҷиб Илмаз бошад барояд, вагарна ҳуҷҷатҳоятонро тафтиш мекунам. Наҷиб Илмаз касе боши илтимос баро. фарз кардем дар инҷост. Кӣ мепурсад? Шумоед? бале. бо мо меравед. сабабаш чист? як нафар бо шумо вохӯрдан мехоҳад. ӯ кист? як шахси муҳим. наҷиб чӣ шуд? чӣ мехоҳанд? биё меравем занак. бачаҳо либосҳоятонро гиред. ба куҷо дада? савол надиҳед. даъват аз ҷои калон аст. борҳоятонро бачаҳо мегиранд. бароед. биёед бачаҳо рафтем. чӣ гап шудааст наҷиб? ин одамҳо кистанд? шӯхӣ мекунӣ? ба худо вақте ки равем мебинем. шӯхӣ аст ё ҷиддӣ? марҳамат оғои Наҷиб. биёед бачаҳо рафтем. چی خیل شدم؟ در پهلویتان کایا مینیک 2010. آفرین آفرین. ها؟ چی خیل شد؟ با تو مانند شد ها؟
اما کاری کردهتون عیب نیست مگر آقای گیت؟ نه برای چه عیب بوده است؟ برای چه؟ برای چه عیب بوده است؟ این همه جنایت های رزیلانه شما مگر عیب نیست؟ خیری لبای سلاح را گیر. این رو چیکار میکنید؟ این را همراه میگیریم. پیسگار صدای او را شنیدن میخواهد. بله. دادا چی واقعا شد؟ التماس گپ زنید. دادا جان من ازت زیاد میترسم. بپرو باش پسرم. با سردار گوید که ما نجیب رو گرفته آمده ایستادیم. به جای واخوری روید. یگید را و کایمینیگ را گرفته بیارید. از یگان چی شبه کردید حتما پرانید. سگی پلید، حریفی به ناموس. شما با یکی دیگان کار کردن نمیتوانید. آدمهایت را ریزه ریزه کرده به تو روان میکند. فهمیدید؟ بهترش نروید. نباشد لغمه ای شما او را نگاه نکنید و چی گفتنش را نمیداند. مرکزی هیای غفار روکان. دادا ما در اینجا چیکار میکنه؟ کمی صبر کن پسرم. حاضر میفهمیم. سردار در همین جا است؟ بله در همین جاست. مرحمت. نجیب گفتد راست است به فکر محافظ ها. من هم همین فکر میکنم. خودم را از دست میدهم به خدا. آرام شو زنک. مرحمت به این طرف. میبخشید موافق خانم شما را باید کابم. خانم؟ مرحمت. مرحمت. گذر زنک. بسیاری از شما در خدمت وطن و ملت قهرمانی ها نشان داده اید. بسیاری از همسفان شما شهید شدند. قهرمان و شهیدان در نزد خدا و هم در نزد مردم مقامی بلند دارند. کسانی که در این راه قربان شدند جایشان جنت باد. برای همین به شما تشکر میگویم. برای یاری و دستگیری این مرکز را گشادیم. البته این کافی نیست، لیکن باز هم بیشتر کوشش میکنیم. من به این کفیلم. باید بدانید که دری ما برای شما همیشه گشاده است. نجیب سردار آمده است. تشکر. بچه این سربازیر است. لیکن این کار رواست مگر؟ دیگر لباس یگان کس نبود که پوشم. لباس کی را میخواستی خیره؟ نقشت را اجرا کن. به خاطر ثابت میکنیم. اکا جان آخر این لباس رو در ایدی اجینه ها نمیپوشند مگر؟ نگاه کنید. کو بینم. خیره اینطور نگو. به خدا که به تو زبیده است. دیه؟ خیری مینیک.
خیری وعده میدیم که 23 اپریل در روز عید کودکان تو را با کرسی سروزیر بشنانم. شما شوخی کردن گیرید. شوخی بس. به جای واخوری نزدیک شدیم. باید نفهمند. وقتی که بار اول میبینم احتیاط باش. باز آشکار نکنی. نه خاطر نشوی. اکا با فکر می آیند. آنهایند؟ بله می آیند. جناب یکیت می آید. مایلاش کایا مینیک رو محافظت کنید. پس آن یگید را گرفته به اینجا بیارید. اطاعت جنابم. از ماشین فرا دستانت را بردار. شکر مرا از این دیوانه خلاص کردید. اینجا بیا لعنتی. این در حقیقت که مینیک است. به نظرم کیمچیکل می نماید. این آدم مانند است. باز نمیدانم. خودش چی نگاه دارید؟ دستانم را کشوی. کلید در دست تو است. کلید را گیر. کلید در دست تو است. ده آن را. چیکار میکنی اکنون؟ چیکار میکنی؟ گیرید رو بره تا مردنش زنید. جواب آن کارهایت رو میدهی. دانسته باش خیری. من به تو نشان میدیم. تو حالا مرا نمیدانی. خوش آمدید سردار نجیب. خوش باشد محترم سروزیر. راستی من چی گفتنم را نمیدانم. بار اول من در این وضعیت هستم. بار اول شما باور کنید. این چی گپ است سردار نجیب؟ اساسا شما خوش آمدید. شما در حقیقت سربازیر هستید. پاپا قربونو این خیلی میگویم مگر ببخشید دخترم کمی در هیجان است. ما هم راستی در هیجانیم. خواهش میکنم. با قهرمانان وطن واخوردن هیجان آور است. استغفرالله محترم. گوش کنید بچه ها. شما را با سردار نجیبی که جانش را روی کف گذاشته برای وطن خدمت میکند شناس میکنم. نجیب یلمز شناس شوید. استغفرالله محترم. ما تنها وظیفه امان را اجرا میکنیم. درست. از کارهای کرده اتان خبر دارم سردار نجیب. راستی خبر آخر ما را حیران کرد. چرا استعفا دادید؟ گیرم ما کمی کنارتر میایستیم. ببخشید شما را اذیت دادم. مسئله خیلی مهم است. اگر استعفا اختیاری باشد چیزی گفته نمیتوانم، ولی مجبور کرده باشند به من دخل دارد. جنابم میگید وکای مینیک را گرفتیم. من از شما میاییم. بیایید رویم. باز چرا انتظاریم؟ چرا؟ آنها را با ماشین بر. اکا مرا نکشید. التماس ببخشید مرا. لعنتی کی به تو گپ زدن را اجازه داد؟ نادرست فهمیدید اکا. اکا ببخشید خطا کردم اکا. برا راگرد لعنتی. هنوز تمام نشده است. با کجا می رویم؟ راگرد گفتم. گر نزن. اینها به مثل فیته ویرانه به هم چسبیدند خیری. التماس مرا اذیت ندهید. حشرات ضرررسان باید نابود شود. این را نمیدانستی مگر کیمینیک؟ خیری اینها را با ماشین سوار کن. خونه که یخ کردم. من ماشین را نابود بکنم.
راه گردید زود یک لحظه با من بیا با تو گپ دارم. مرحمت. مرحمت گذارید. از کجا برآمد این استعفا؟ با من از دیگر اداره خبر دادن، لیکن از زبان خودت شنیدن میخوام. در وظیفه ما از کار و وظیفه گریختن هیچ کس نیت ندارد. تنها در یک عملیات موفق نشدیم. راستی گپ بیرون کرده شدیم. دیگر چاره نداشتیم محترم سروزیر. میدونید در شعبه کمک وظیفه ما رو در مبارزه با ترور دوام میدادیم. چند ماه باز ما این دعواها رو میبینیم. چی عذابها کشیده ای میدانم. هممان در همین احوالیم. در مسئله دعوا باشد چیزی مهم این است که ما به سود سندهای اساسناک پیشنهاد نماییم. مسئله را عدلیه حل و فصل می کند. این به مانند جراحی کردن است. باید احتیاط کنی. این کار تازگی می خواهد. همه چیز به هم پیوسته است. اگر ما در اینجا توپ را پخش کنیم صدایش به آسمان ها می رسد. همش به یک دیگر ارتباط دارد. این تل و تپه ها، این باغ و کشتارها، این وطن از ما محافظت می خواهد. این را نه هر کس تصور می کند. ما هم با همین فهم کار میکردیم، لیکن نگذاشتن محترم سروزیر. تهمت کردن و بالا این همه کمبودی ها باز دستگیری هم نیافتیم. سردار نجیب، این موضوع نازک است و مرض خیلی ریشه مانده است. چطوری گفتم از دیگر شعبه معلومات گرفتم. تهمتی که شما را کردن میدانم. حتی در قفای این که بودنش را میدانم. یعنی چی؟ وقتی که این را شنیدم زود گفتگو کردم. از دیگر شعبه معلومات خواستم. نگاه کن، این حجت ها برای من از شعبه تحلیلی رسید. این ادوکتی است که چندین مراتب تعقیب کردند. در دعوای ارکن کندو آدمانی که گناهکار کرده شدند در کارهای بد دست داشتند. میفهمم. آلپرین، هر دویمان میفهمیم که این دروغ است. میخوام فهمی که در دستمان یگان حجت برای پیشنهاد کردن نباشد هم رفتنت را نمیخواهم. متخصصی مثل تو کار را پرتفته رود. آدمانی با ناموس در اندیشه میمانند. سببی تو را به اینجا دعوت کردنم همین است. وظیفت را نمیپرتایی برمیگردی. من به جایهای لازمی سپارش میدم. این مرافعه را نظارت میکنم. در این موضوع گپ تمام. گوش کنید سردار نجیب، در اینجا از شما دیده فکری همکارهایتان مهم است. در عرف و عادتهایمان فرمان آهن را میبرد میگویند محترم سروزیر. این جوانان را بینید. آنها مثل گلهای نورستند. یکیش معیوب شده است، دیگرش نابینا. هزارها شهید شدند. نزد وطن و ملت و این بچه ها قرض داریم. میخواهید که صفشان زیاد شود و وطن و ملت خراب گردد؟ برای نگاه کردن جسارت ندارم. اکنون از تو همچون سروزیر نی و همچون یک شهروند خواهش میکنم که به وظیفت برگرد. من به وزیر و دیگر مقام ها گپ میزنم. مرافعه را نظارت میکنم. چه گفتی؟ در اینجا با طرفی راست میگردیم. پیکاز زنگ میزند. اگر یگان اشتباهی کنی مغزی سرت را در ماشین پاش میدیم. فهمیدی؟ جواب ده. فهمیدم. در کجا هستید؟ در راه هستیم جنابم. آماده ایستاده ایم. یگید را گرفتید؟ بله گرفتیم. کایا مینیک احوالش خیلی خوب. تلفن را با او ده. پیکاس با کایا مینیک گپ زدن میخواهد. خواهی مایلش بده. چه دستی مینیک؟ صدایت را شنیدن خیلی خوب است. تشکر جناب پیکاس. من بی صبرانه انتظارم تا بدی دارتون مشرف شد. ما را بسیار انتظار نکن. خیلی نزدیک شدیم آقا. کمی پس به اونجا میرسیم. مایلش تا بازدید. مایلش.
بچه ها مینیگ را خلاص کردند. با همراهی گیت به اینجا می آیند. من فکر کردم که عقلی گیت نمی رسد. معلوم است که خطا کردیم. اینجا آیند هر دوشون را یک جای خیلی وقتمون کم مانده ثابت. وقتی که یگید از این در می درآید همش به آخر می رسد. خوش چی گفتی نجیب؟ بچه ها شما رو به اتوبوسی ارزروم سوار کنند یا اینکه به استانبول به وظیفه‌تان برمیگردید؟ محترم سروزیر، شما لطف کرده با من واخوردید. به این ناحقی اینقدر دقت دادید. اکنون به شما گپگردانی کردن نمی شود محترم سروزیر. یعنی؟ از همین روز در سر وظیفه هم هستم. تشکر سردار نجیب، تشکر. برای این وطن کار خیر میکنی. اوچه دادم با فکرم با وظیفهشون برمیگردن. خدایا انشالله. از پگاه تو را در سر وظیفه دیدن میخواهم. محترم، مسئله دلیل حل حقوق را یافتیم. یعنی که دادستان و ما رو به سر وظیفه برگرداندید محترم سروزیر. چه خیل پیشروی؟ پیشروی همین که بعد از این حیات رو در بین انگشتا میگذرانیم. چه خیلی که گفتن پالیسی خوب بوده ای؟ من یگان کار نکردم. خدا یاری کرده است. خدا مددگارت باشد. تشکر. آماده هستی خیری؟ چی وای سردارم آمادم، لیکن میگویم که من در اینجا ایستاده اینها رو نگاه کنم. که ها را خیری؟ کیامینیک و آن وای آدم رو. کیامینیک میلش، لیکن ویش خیلی بی‌طاقت است. حاضر چی خیل میتابد؟ حاضر بیزرر میتابد. بله. از پسم بیا خیری. با من چی میشود؟ میخواهی به مانند او باشه؟ این خیل باشد جیمشین. مایش بعدم میدیم. محترم خانم، با شوهرتان این دولت افتخار دارد. به فکرم شما هم. تشکر محترم. همه همان با او میفخریم. خردکک تو کلان شوی که میشوی؟ مثل پدرم پلیس شده گناهکارا رو میدارم. آفرین به تو. معلوم میشد پسر چگونه آدم هستی. آفرین آفرین. اکنون به من اجازت. برای دعوت را قبول کردن تشکر سردار نجیب. استغفرالله. محترم، شما اینقدر کار داشتید، باز لطف کردید. انشالله شما از ما راضی خواهید شد. خداحافظ بچه ها، خداحافظ. چی شد دادا گپ زنه؟ اینقدر گپ زدید نجیب؟ برای چی به شما تشکر گفت دادا؟ با سوال و جواب سر شد. نجیب بی طاقت نکن آدمان رو گپ زن. حلقم خوش شد از هیجان. یک پیاله آب دهید، عقلم به جایش آید آخر. گپ زنه دادا؟ مرحمت. دادا او با من آفرین گفت. آماده شوید. به خانه برمیگردید. چی خیل نست به خانه برمیگردید. آفرین چی خیل نست. بسیار پسندم. چرا ما رو آغوش میگیری؟ من آغوش نگرفتم، تو آغوش گرفتی. من یک فکر دارم. من با همراه مادرتان به خانه برمیگردیم. شما تا با یک نتیجه آمدن در اینجا میمانید. چه از فکرم؟ خیلی بد. خیلی فکری بد. آماده شوید میرویم زودتر. اینها کجا شدند؟ برای چی هنوز نآمدند؟ باز یک بار زنگ زن. این صدا
این صدا از کجا می آید؟ این تلفن کیست؟ از کسی که از جواب دهید. زود پیسگار رو از اینجا برارید. این یکیت است. آتش کشاید پرانه. جناب از اینجا زود برایم، زودتر. تا اینها را نکشم به هیچ کجا نمیروم. جوانمون هم رو میکشن. رفتیم زودتر رفتیم. به نامت را کشید. ماشین من در کجا است؟ در اون طرف موند. چی کار میکنه؟ اون چورش رو بیمازید. زود باشه. سلاحاتان را به زمین گذارید وگرنه میپرانم. شیر بچه هم میدونستم که میایی. نمیفهمید، با شما میگویم. مایلش آرام شو برادر، من سلاح را میپرتایم. بیخری نکنی که چیکار میکنی؟ آرام باش. خسکم و جهان پاک. خوب هستی؟ خدا را شکر. تشکر. برای من شده جانت را به خطر گذاشتی. تو این را خطر میگویی ثابت؟ این بسا شب خاور است. آدم ها میگریزن. با من سلاح ده. ایستا زود از جایت نخیز. احوالات خوب نیست. خیری تو کی ثابت را نگاه کن، من زود میآیم. خوب شده سردارم، من همینجا. کشاده شو. پکاس تو در اینجا چی کار میکنی؟ من رو در اینجا بستن. خوب که آمدید. اینها کجا گم شدند؟ تو برآمد رو نگاه کن زودتر. خوب شده است. پکاس یکیت میآید. گاز را زیر کن. ولی حریفی دیوانه از پشتمون میآید. خم شوید. سبیل مادت، تو از دست من خلاص نمیخوری پیکاس. گریختند. بله، شکر که تو با ما هستی ثابت. من از شما یک عمر قرض دارم. نمیارزه که این وظیفه من است. خیر چی خیلی بودم. تو بسیار زور و ناترس هستی خیری. بسیار اصرار کرد که از پیش درآید. و زور داشتم از ثابت. میدانم او یک رو است. نمیارزه که. بیایید اکنون از اینجا میرویم زودتر. جناب چخیل مرا در دست آن آدم ها گذاشتید. راضی نیستم. مینیک حاضر وقت این نیست. اگر منو میکشت برای این دعوا راضی بودی که کشند. لیکن من چقدر ترسیدم نمیدونید. حاضر تو را از ماشین میپرتایم. میبینی که تو همراهی کی هستی. خب کن. تماشابینان محترم، امکان به همایی دچار اغوا گردید. یک گروه اغواگران برای برهم دادن ساختار دموکراتی و برابر حقوقی ملی در استانبول اتوبوس شهری را آتش زدند. پلیس ها خیلی تدبیر جدی اندیشیدند و قوه‌های بیگانه را تعقیب نبودند که اغوای نو سر نزند. امروزها خدمات رانو این حجت ها را دیده برام مملکت چاره‌های ضروری را می‌اندیشند. درباره گروه تروریستان که میخواهند تبادلات دولتی کنند خیلی معلومات های مهم است در این. چی گفتی؟ با تو گفتم نشونیدی؟ ببخش گوشم به دیگر چی بند بود. خوب هستی تو؟ خوبم. یوسف در کجاست؟ هنوز نامده است؟ روزنامه نگاری نو برآمد. از پشت یک خبر بوده است. کمی بد می آید. خدایا التماس به کمک کن. چی کار کردنم رو نمیدونم. نگاه کن با سرمون چی اومده است. ما رو پیش کردند. به چشمانمون نگاه کرده خداحافظ گفتند. مایدون با اینها موند. سرکمیسر سردار نجیب نمیرفت چون این نمیشود. بلکه از همه خوبش این است تو با راه خودت من با راه خودم هر دویمون یک دیگر را نرنجونده این کار را به آخر میرسونیم. اینقدر آسان است یعنی؟ این خیلی باشد نرم. نمیتوانم. تو بیا.
التماس با من خونه دار شو. اگر این انگشترین را قبول کنی از همه مرد خوشبخترین دنیا من میشوم. برای تو را از همه خوشبخترین زن کردن از دستم چیزی که باید میکنم. با تو همه عشقم را دادم. اگر جانم را خواهی او را هم میدهم. با فکرم اگر دست نمی داشتیم اینقدر عذاب نمی کشیدیم. تو در حقیقت به گریسون می روی. فکر میکنم که تو هم میروی. ممدون کمی فکر کن. من در گریسون چی کار میکنم؟ در استانبول تولد شدم. در استانبول خوندم. یعنی با من نمیروی؟ رفتن نمیتوانم. با تو بودن هم نمیخواهم. خودت رو برای هیچ کس فدا نکن. حتی برای من هم فدا نکن. یعنی تو همینجا بود؟ اینقدر زود جدا میشوی؟ از دستمون چی میآید ممدو؟ بلکه از همه خوبش این است تو برای خودت من برای خودم یک دیگر اینقدر عذاب نداده این کارو به آخر میرسونیم. همینقدر آسان است یعنی؟ من خیلی باشد نرم. نمیتوانم. تو بیا. نمیتوانم. این خبر رو بهتر در همین شماره چوب کنید. این خبر خیلی مهم است. میدانید چی من میروم. انا در همین صحیفه. چی گفتی نشنیدم. من میروم. مایل اشرف کی میویی؟ دیگر نمیایم. من میروم. کار رو میپرتویم. دیگر بر نمیگردم. تو چی ها میگویی رانو؟ چی ها میگویی خودت میفهمی؟ بله کار رو میپرتویم. سلام مردم، من آمدم. همه مرا گوش کند. یک چیز عجایب فهمیدم. نرو رانو. حمله که به اتوبوس کردن سببش این است. ترک ها را و کرد ها را به هم جنگ انداختن. اکنون گوش کنید که از همه زورترش است. از کجا میدونم؟ پیشتر هر آن چیزی که در رسانه ها نشان داده شده است یک به یک نوشتند. ها؟ به شما چی شد؟ مرا گوش نمیکنید؟ رانو کار رو میپرتوید. چی؟ این شوخی است؟ بچه ها تعینات ممدو برآمده است به گریسون میرود. چی؟ من هم قرار دادم که با او میروم. التماس مرا از راهم نگردونید. فهمیدید؟ شما در گریسون چی کار میکنید اپای رانو؟ نمیدونم. فقط همینش را میدونم که باید در نزد ممدو باشم. وای این از کجا برآمد؟ التماس دیگر سوال نده. نمیدونم. اپا یک دقیقه ایستید. اپای رانو یک دقیقه ایستید. آخر چی گپ شد؟ التماس از پسم ندید. اپای رانو آخر چی گپ شد؟ تو مرا نمیفهمی؟ اپا جای نفهمی ندارد. خوشبختی از شما وابسته است. کدامش که راست باشد همان را حل کنید. لیکن التماس مرا هم گوش کنید. نو یک خبری زور میکردم. مملکت را به پای میخزاندم. شما باشد دیگر این گپا به من تاثیر نمیکنند. نمیخواهم که از همه آدم عزیزم رو از دست دهم. تو میفهمی که دوست داشته رو از دست دادن این چی است؟ مایلش قلبت چیزی که میخواد همون رو کن. اپا جان فراموش نکنید من همه وقت با شما هستم. هر وقتی که کمک لازم باشد به من گپ زنید. خوب؟ تشکر یوسف. این رو فراموش نمیکنم. برای کار بچه ها. تشکر سردار. مایلش نیازی پیش از رفتن گپ میزن. مایلش سرکمیسر چرا طبعتون خیره؟ چرا خیره نباشد نیازی؟ سردار نجیب رفت از رعنا جدا شدم.
نگاه کن با من ناومد. زیغ نشه سرکمیسر، همش خوب میشود. گفتن آسان است نیازی. اکنون فهمیدم که چقدر او را دوست می داشتم. یعنی در استانبول یک دوست داشته داری؟ چی شد با تو نمی رود؟ نیازی گپهایمون رو شونید با فکرم. این زن با من معقول نشد. کاری شما نباشد خانم. با سردارتان گپ زدنتان رو به یادتان می آورد. تو سردار رو ندیده ای؟ با تربیه شوید. با تربیه نشوم چی می شود؟ سرکمیسر خود رو به دست گیرید. خود رو به دست گیرم نیازی؟ تو آن همینجا آمد اکنون. از بالای شما شکایت میکنم. دیگر با وظیفه‌تان بر نمیگردید. با عقل شوید. شکایت کنی کرده انگیر است و میترسم. آروم شوید. زود از اینجا بر آمده روید. دیگر به اینجا بر نگردید. به مانند تو بر اینها در این وظیفه جایی ندارند. میدانی که به مانند شما بر اینها است، من جایی ندارم. راست میگوید. مرحمت حجتم. استعفا میکنم. با من خداحافظ. راحت شدی اکنون؟ با من چی خیل گپ زد؟ همه‌تان دیدید. من یگان چی ندیدم. شما دیدید باشه ها؟ ما ندیدیم. با کجا سرکمیسر؟ نمیدونم نیازی، نمیدونم. тамошобинони муҳтарам, автобусе ки дар кадикҳо сӯзонданд даъвояш зиёд шуда истодааст. имрӯз як зиддият аз пешвои ҳизби демократии миллатчӣ Сармат Қаҳвачӣ ба вуқӯъ пайваст. муҳтарам Сармат Қаҳвачӣ меҳмони имрӯзаи мост. муҳтарам Қаҳвачӣ, дар бораи ин мавзӯъ чӣ мегӯед? мебинем ки давлат бо террористҳо сари мизи мулоқот менишинанд ки ин ҳеҷ мумкин нест азизам. дар рӯзи равшан дар шаҳр кӯдаконро месӯзанд. терроризм ба шаҳр омадааст. террористҳо дар маркази шаҳранд. ин бозӣ ба мо хеле шинос аст. ҷанги дохилӣ мехоҳанд. мо ин бозиро хеле хуб медонем. намегузорем ки бародар бародарро кушад. бояд бо диққат буд. фикрҳомонро рӯи рост бояд баён кунем ва нагузорем ки онҳо дар кишвари азизамон паҳн шаванд. тамошобинони муҳтарам, баъд аз реклама барномаамонро давом медиҳем. миник, ман аз рафтори Сармат розӣ нестам. на он қадар сахт аст. агар ҳамин хел давом кунад, як тарафи нақшаамон фурӯ меравад, кӯчаҳо хомӯш мешаванд. чӣ гуфтӣ? ба ҷои ва яке аз худамонро монем. ба шумо чӣ хеле ки маъқул бошад ҷаноб. чӣ шуд миник? ба ту ин хел ғамгин будан намезебад. танҳо як рафтор буд. барои чӣ намефаҳмӣ? агар маро мекушт? медонистам ки намекушт миник. ман туро магар мегузорам ба монанди ту дар Туркия не, дар дунё кам пайдо мешавад миник. акнун халос ёфтӣ. нагузарон миник. халос ёфтам, лекин ба ягид ягон чӣ нашуд. ӯро аз даст додем. чӣ шуд? барои чӣ механдед? ҷаноб, یگید از ثابت پوستش را میکند. ثابت تقریبا 10 ساعت در دست یگید جان میدهد. این چی معنی دارد؟ نباشد از من بخبر یگان کار کردید؟ ایستید میبینید. با شما یک تحفه خوب کنیم گفتیم. آدمانی پست حریفا همشون رو یک با یک میکشم. او رو با آنها موفز میدیم همین خیلی با مکانمون در آمدن. دوستان ما رو کشتن. جوابش رو نمیدیم. میدهیم خیری، البته جوابش را میدهیم. همین خیلی نیست ثابت؟ ثابت با تو چی شد ثابت؟ حالت بد است؟ ها؟ نه خوبم. رفتیم از پای کار میشویم. کارمان را دوام میدهیم بچه ها. به خاطر آرمان های ملت دوام میدهیم. اوف، راه را قشایید آخیر. یک طرف
طرفیست برادر، یک طرفیست گفتم. یک طرفیست سر و سیما هستم نمیبینی؟ با مانند شما در این وظیفه جایی ندارد. خطا کرده ای تو. لعنتی من جانم رو دادم برای وظیفه‌ام. یک پرس کنی؟ یک نگاه کن. یک فهم جانم رو برای این وظیفه داده ایم. زنی بشرم. من خیلی خوب میدونم تو رو کی به آنجا روان کرد. سردار گفته گذاشتن. یا توبه استغفرالله توبه. هی کن برادر هی کن. اوف. مرا اکنون خوب گوش کنید. به شما گپ دارم. نقشه هایم را از نظر گذراندم. از نظر؟ بله. در جنگ داخلی قدم های خوشبختانه گذاشتیم. یگانه چیزی که پیشروی نیست این ضعیف بودن ملتچگی همان است. این را هم با پیشوای ملتچی سوی قصد کرده تاجمان را میبرداریم. حاضر اگر 2011 و 2013 را خلاص کردن خواهیم اول باید همین سال را خوب گذرانیم. برای چی جناب؟ چون که امسال سال زنده ماندنمان است. اگر شمال را به پشتمان نگیریم 2011 و 2013 را فراموش کنید. بله. یگان کار کنیم نباشد. چی کار کنیم؟ اول برای محکم کردن دعوا بسیار چیز آماده کنیم. چی کاری که نکنیم باید به انتخابات درآییم. کم هم باشد باید یک قسم انتخابات را گذرانیم. باز بوی این کار این دفعه بر وقتتر برآمد. باید در این کشور یک دادوایی شود. این خیلی باشد شرطهای جنگ داخلی را هم تیزتر کنیم. بله. چند وقت باز از رفتارهای این سرمد قهوه‌چی ملتچی راضی نیستم. خیلی سست است. او با ما همکاری کردن خوش ندارد. بله. برای همین او را کشته گناهش را به گروه کردها میپرتاییم. آنها هم قبول میکنند. همین طور هم ملتچی ها هم دوستان درون بودهشان به شکار کردها میبرایند. دوامش خودش میآید. در رسانه ها خبرها عوض میشوند. اکران های تلویزیون چند وقت باز آماده بزمند. مایلش جناب کی این کار رو کنیم؟ پگاه حتی امروز. برای چی انتظار شویم؟ مایلش جناب من از پسی کار می شوم. برادرانی کرد مرا نمیرنجانند میدانید. پیکاس تو هم با این کار باش. چه خیلی که میدانم در دستمان کردانی هستند که این کار رو میکنند. هست جناب. آنها فرمان شما رو انتظارند. تیاری ها هم تمام. با مینگ یک جای رفته این کار رو حل کنید. حاضر جناب. مرا از نو زنده کردید جناب پیسگار. میبینید با چه خیلی نقشه ها عمل میکنم. به شما اثبات میکنم که آدمی عادی نیستم. ما از عهده‌اش میبرایم. سردارم اکی صبحید. چی شد خیری؟ لیکن این رفتار با ما معقول نشد. خیری این کار خیلی دوام کرد. جانمون رو میدهیم اما این دفعه همشون رو میکشیم. خیری از مردن ترسی نیا. این دفعه کار خیلی جدی است. بلکه شاید دیگر بر نمیگردیم. گیرین رو. میترسم لیکن میروم. چخیلی که میگویند ترس عجل ندارد. انصر دارم. همین خیل نمیگم. همین خیل لیکن باز گپ است که نگریختگی نامرد میگویند. این مقال ما نیست. اگر تو همین خیل مرد باشی میتوانی با ما نیایی. نه من با شما میروم. با این یگان گپ نیفتم که جواب دهم. مایلش خیری وقتی گپ گفتن نیست. با اداره پیسگار میرویم. راست از دری اساسی میدرویم. ایگه چی گفتی؟ اگر تو راضی باشی من راضیم آقای ثابت. اکی ثابت؟ ثابت؟ تو بیماری مگر؟ باز چی شد؟ حالتان خوب نیست؟ به بیمارخانه بریم؟ نه خوبم. تنها سرم کمی چرخ زد. رفتیم اکنون کار رو با آخر رسونیم.
ماشین رو آدم بر این های کن. از کجا میگیرن حجت رانندگی رو میخرم چی؟ خدایا توبه. تو خودت رو کشتن میخواهی؟ اگر این خیلی نیت داشته باشی رفته خودت رو از جری پرتو. اپا من چی گناه دارم؟ تو در چراغت که سرخ گذاشتی؟ من چراغت که سرخ رو نگذاشتم، فهمیدی؟ آبای چی شده باشد؟ برای چی ایستادند خدایا؟ یک دقیقه گوش این رو کنی. بینه ده خودش در چراغت که سرخ گذاشت من رو عیبدار میکند. شرم نمیکنی اپا؟ گپت رو دانستم، فهمیدی؟ من به تو اپا نیستم. باز اپا بوده. یا توبه از حد گذروندی اپا. کی از حد گذرون؟ من به تو چند بار گفتم که رانو؟ ممدو؟ در اینجا چی کار میکنی؟ هیچ میگذاشتم جان رو دیدم. تو با کجایی خیلی؟ هیچ همین خیلی میگذاشتم. با کجا؟ من با اونجا میرفتم. با نزدی من میومدی؟ نه همین خیلی وقتی که میگذاشتم درویم گفتم. هی راه را چرا بند کرده؟ مانت گذاریم. یک دقیقه برادر نمیبینی با خونم حرف زده ایستادم. حاضر وای من استعفا دادم. راست میگی؟ برای چی؟ راست میگویی برای چی؟ برای ممدو من خطا کردم. براستی انتظار نبودم. تو مرا میبخشی؟ مایلش میفهمم از تو خیلی چیزی مشکل خواستم، لیکن جدا شدن خیلی مشکل آمد. امروز باز یک بار فهمیدم که برای من جدا شدن خیلی مشکل می شود. برای من هم. من فهمیدم که از همه شخصی عزیزم این تو هستی ممدو. از کارم، از وظیفم، از همه چیز مهمتر تو هستی ممدو. اینها را از تو شنیدن خیلی خوب است. اکنون چی کار میکنیم؟ نمیدونم. دو دیوانه یک جا شوان چی کار میکنن نمیدونم. التماس دیگر هیچ گاه جدا نشویم. غم نخور، دیگر هیچ وقت جدا نمیشویم. وعده میگیرم. لیکن در مابین راه هستیم، آدم ها رو ناراحت میکنیم. یک طرف استیم خوب میشود. بیا ماشین رو به یک طرف گیر، به یک طرف گیر که همه دو فیخان دارند. شد شده. حاضر برادر حاضر. یک دقیقه. چیکار جمشید؟ خوبم جناب پیکس. بیستیم در همینجا؟ در همینجا در پسی ایستگاه اتوبوس. مرحمت. پیکاس من با آنها گپ میزنم، زبانشان رو من میفهمم. مایلش کنی بینیم هنرت را. سلام با تو جنگاوری قهرمان. شما کیستید؟ مرا نشناختی مگر؟ چه خیلی می شود؟ برادرانتون ثبت نمایشم را به نشان ندادند. من مهمترین مسئله دعوای شما هستم، میفهمی؟ رئیسی در جزیره هست، من از همه دوستی نزدیکش هستم. دیروز با تو گپ زدم، سوختن اتوبوس رو میداند. او گفت که تبریکی مرا رسان. در حقیقت رئیس مرا میشناسد. چه خیلی نداند؟ تو بر این قهرمان را، تو بر این جسور را، با مانند تو مرد را چه خیلی نداند؟ وقتی که گپ میزد صدایش میلرزید. این احوالت را بین، برای مردمی کرد عذابی کشیدت را بین. تو بر این جوانان را بینم از چشمانم اشک میریزد. میفهمی؟ نخود مادام که آن در اینقدر خوب میشناسید گوید مرا سرحد گذراند. پلیس در همه جا مرا میکوبد. التماس مرا از اینجا برید. چه خیلی باز بردن. تو نو مبارزه را سر کرده ای، از این هم قدم های بزرگتر ماندن را نمیخوای. نامت با مانند چه گواره میشود. ناترس نمیخوای که نامت در تاریخ ماند. راستی گپ سردار از تو این را میخواهد. به اینجا برای همین آمدیم. راست میگویید؟ بله. سردار درباره من همین خیلی فکر میکند؟ تو را پیشوا انتخاب کردنیند.
لیکن البته اگر از عهده کار برایی البته میبرایم. بسیار خوب. اکنون چه خیل میشود؟ اکنون همین خیل میشود. قرار کار. تشکر سردار. نجیب سردار میآید. سردار شما در اینجا چیکار میکنید؟ میرویم نیازی. سردار ببخشید شخ شده مونده است. همه مرا گوش کند. هیچ کس و هیچ کجا نمیرود. تمام تعیینات هم من کرده شدند. من هم اکنون در سری وظیفه هستم. چی شد سردار نجیب؟ با من بیایید خانم سویلای. به شما یک چیز را نشان میدیم. مرحمت. به نزد زکی و یحیی میرویم. مرحمت. دارید. محترم دادستان. کجا شدید نجیب سردار؟ انا نواره که به شما گفته بودم محترم دادستان. مرحمت گذارید تماشا میکنیم. کنی بینیم چی بوده است. آلپر مرا گفته بود که کامیرا را تعمیر کنم. من هم با عاطف داده بودم. بله سردار به یادم اومد. من وقتی که ادوکات را آوردم عاطف در اتاق کامیرا را تعمیر میکرد. معلوم که تگمه صوت پخش شده بود. در این کار یعنی تجربه داری. استاکا چیکار میکنی؟ استاکا چیکار میکنی؟ اینه بینیده. ادوکات رو بینیده. هی بینیماست. بازی از اینجا خودت رو با پایان هوا میدی. حیف میشوی. اما تو هم حق داری. تعیینات را کی باطل کرد سردار نجیب؟ این را شما قرار دادن نمیتوانید. من فرمان ندادم. قرار من است خانم سویلای. خوش آمدید محترم مدیر. خوش باشید. از این بعد سردار نجیب به وظیفه‌اش برگشت. دیگر بچه ها هم. دیدی نجیب مرا پرتفته رفتن میگفتی. دیدی در کنارت که ها هستند. اکنون دیگر پرتفته رفتن نمیشود. دیگر نشنوم. مایلش محترم مدیر. من چیکار میکنم مدیر؟ قرار را سردار نجیب میدهد. شاید همچون جانشین در اینجا بودنتان را میخواهد. یعنی جانشین؟ البته جانشین. از این پس همراه کار میکنید خانم. از پس کارتون شوید سردار نجیب. اول ادوکات رو گرفته بیارید. اطاعت. قریب فراموش میکردم. خودم دادن میخواستم. خوش آمدی سردار نجیب. هزار شکر. همه را آماده کنه زود میبرایم. مایلش سردار. کار ما را انتظار است. این آدم پیکاس یک خبری مهم دارم. چی شد سویلای؟ سردار نجیب به وظیفه‌اش برگشت. دروغ نگو چخل میشود. در دستش نوارهای دارد که ادوکات سلیم را به پایان میپرتاید. مدیر کل امنیت خودش برگردان. فکر میکنم به وی هم از بالا فرمان دادند. حالش همین خیل بود. این از کجا برآمد حاضر؟ بدی کار این که حاضر برای گرفتن ادوکات میروند. اگر دستگیر شود همه چیز را گپ میزند. پیکاس این کار را باید زود حل کنی. مایلش علاجش را میابم. دیگر خبر میدیم. مایلش. مرا فهمیدی؟ این آدم دشمنی مردمی کرد است.
مردن او معنای خلاص یافتن شما را دارد. به فکرم جناب سردار را سیاه نمی کنی. فهمیدم. کی اجرا کنیم؟ برای چی امروز نکنیم؟ برای چی انتظار شویم؟ جنگ انتظاری را دوست ندارد. دشمنهایت در کمینند، میفهمی؟ مایلش امروز اجرا میکنم. با سرش میپرانم و زمین میافتانم. سردارم آن در از پیشانی تو انمی خیل بوسه میکند. اکنون مرد باش. خیریت که سب شده بود است. بله حقیقت زبان سردارم چیزی که شنیدم راست است. نمیبینیم اگر میندو به هر حال فوتبال بازی نمیره. مثل که در خواب هستم. چی کار میکنین؟ راگرد میرویم. پیکاس سردار نجیب رو برآمد. با سوی ادوکات میروند. مایلش من در نزد او تا آمدن آنها کارم را میکنم. دخترم فراموش نکن که در اداره پدرت هستی. مایلش جانم. اوه این چقدر ارمغان خوب جناب. ببخش به خبر آمدم. پیشتر شناس نشده بودید. این همسرم. خیلی شد. من هم. این هم دختر ما. ماشاءالله خیلی شیرین است. مرحمت شنید گذارید. به یک مصلحت آمدم. ما رویم نباشد. دادا کی به باغ میرویم؟ با گاه میرویم دختر جانم. با امک کوبیله باید یک مسئله را حل نماییم. مایلش دختری زیبایی. دادا جان. اوی جانکی من. دخترم ناز نکن. پدرت کار دارد نمیبینی مگر؟ ما شما نزدیک میشویم. همتون با دقت باشید. ممدو و آقان در پشت رو میگیرن. دیگرها با من با در پیش. دقت کنید شهروندا رو ضرر ندهیم. مایلش مایلش میرویم. من با قفو میروم سردار. مایلش تقسیم شوید. رفتیم بچه ها. ما با شما یک چند سوال داریم. تروریسم زیاد شده است. شما چه مفتری ها دارید؟ سبب زیاد شدن تروریسم در چی باشه؟ آیا دولت چه چراها را میاندازد؟ بعدتر روزنامه‌نگارها را جمع می‌آوریم رفیقان. در آنجا به همه سوالاتتان جواب می‌دهم. با اجازت شما. جناب آخه به سوال‌های ما جواب نداده. جواب نمی‌دهید. خودم جواب بدم. خودی حاضر جوابش می‌کنم است. جواب بدید. شما جواب نمی‌دهند. باید چون نمیروم. در نزد مهمان عیب است دخترم. بدنتون رو فراموش نکنید. شد دخترم شد گبر دراز نکن. برای شناس شدنم خیلی شدم. من هم روز بخیر. مرا ببخشید محترم پیکاس. مهم نیست. کودک است. شما را دوست می‌دارد. امی خیل التماس شنید. بله وای چی مسئله بود؟ برای یک مدت از ما دور شدنتان. چی خیل؟ ما خواستیم بار را برداریم اما بالا محکم است. سردارم در اون طرف هم برآمدگاه است. را کردید. رفتیم زود. از دری پیش میترایم. هر کسی که از نزدمان براید نپرسیده میپرانیم. بچه ها چی گفتید؟ سردارم با خدا احوال یکی ثابت خوب نیست. نگاه کنید چه خیلی میلرزد. ثابت حالت چطور است؟ خوبم. افزایم کمی ناراحت است. خیری ماشین را برگردان و بیمارخانه نمیرویم. اول آنها را باید کشیم.
ана баъд ба беморхона меравем. با این احوال نمیشود ثابت. خیری هر چیزی که میگم همان را اجرا کن. مایلش не хайрӣ ба назди пишрагор меравем. باوری داری ثابت؟ ман хуб ҳастам. садои тирбӯи боруд бароям дору аст. چی شد؟ خانم بنا رو زود ترک کنید. اوچا اینها کیستن؟ پلیس دخترم پلیس رفتیم. چی گفتنتون رو نفهمیدم. مهم نیست. برای فکر کردن وقتت بسیار می شود. ایستو. چیکار میکنی؟ التماس نپران. یا خدایا این عجیب است. акаҷон ба ҷои дӯстдоштаи писагор омадем. حاضر میبینید از در این مرگ رها میابیم. اول در نزد در بوده ها را میبرداریم. چه حال داری خیری؟ من آماده‌ام سردارم. تو چی ثابت؟ آماده‌ام. داروهایم را گرفته؟ گرفتیم مگر فراموش میکنیم. از پیکاس خبر است؟ هنوز خبری نیست. بچه ها حریفان خیلی زیادند. حقتان را حلال کنید. حلال میکنیم سردارم. حلال شود یگید. اگر از اینجا صاف و سلامت نبراییم پس در قیامت هم دوستی و برادری را پاس می‌داریم. من هم اگر امروز جدا نشویم انشالله دیگر هیچ وقت جدا نخواهیم شد. انشالله انشالله. این ماشین رو میبینی؟ ببینم. برای چی در اینجا ایستاده است؟ نمیدانم. من خبر میدهم میایم. انتظار شو. سردارم شما را کمی من میکنیم. باز چی شد؟ در وای طرف یک ماشین است. میتواند یگید باشد. یگید؟ ما باشد اینجا انتظار میشویم. انا به مکان دیوداد رسیدیم. رفتیم بچه ها. رفتیم ثابت. ثابت. ثابت چی شد با تو؟ ثابت خیز از جایت. ثابت چی شد با تو؟ در حقیقت آنها چی میسته؟ پرانه گفتم. چی شد ثابت؟ با من بیا. پرانه. آهو میآیند. همه‌شان سلاح دارند. مرد باش ثابت. خودت را به دست گیر. خیز از جایت. رفتیم. یگید عالم بچ.